هم ببینید البته خوارج هم خطر خود دارد. ما بسیارتر به جهل میزنیم از یک طرف خوارج است که زودتر ما باید برنامه های درسی های حلقه های خوارجی سوال و جواب ها در باب خوارج و کشمکش ها در باره خوارج باید شروع بشود. اما در مسئله این که شما گفتید آیا ما عقلا می توانیم که همین را خود ما مسلمان گوییم و این مشکل شده به ما شده است. برادر عزیزم، دین ما عقلی نیست، دین ما نقلی است. دین ما قرآن سنت با فهم سلفی صالح است. وقتی که ما گفتیم که هر کسی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگه، نماز میخواند، این مسلمان است، این سخن ما از پیش خود نگفتیم، این الله گفت، این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و این اجماع سلف صالح است. هر مشرکی که اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله گفت، به اسلام در آمد و از او شرک ندیدید، کفر ندیدید و نماز خواند، اون شما مسلمان میگید. شما میگید ملحدا جای ما را گرفتگی، عقیده اونها باطل. آیا هر یک همون انسان هایی که در مسجد هستند، نمازخوان هستند، عقیده هر یک اونها را میدونید؟ نمیدونید. بله در درون اینها عقیده باطل داشته هست، این به شکی نیست. اما آیا هر یکی را میدونید که همین انسان هایی که در مسجد هست یک به یک عقیده باطل او را میدونید؟ یک به یک آیا شنیدید؟ یک به یک آیا دیدید؟ ندیدید. اما بله در غالب گمان ما هست که اینها عقیده ندارد، اما گمان است نه یقین. وقتی که نماز میخوانند، همین نماز خواندنشان از نظر حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم که به مواضح کردند، ظاهرا اینها در اسلام هستند، ظاهرا در اسلام هستند. اما اگرچه در زیر ملحدین بودند، کفار بودند، نبودند، اینها رو تا زمانی که عقیده باطلشون رو از دهانشون نشنویم، تا زمانی که کفر اکبر شرک اکبرشون رو نبینیم، ما اینها رو به تکفیر کردن حق نداریم. همین از منهج اهل سنت. اما یک شرک یک کفر در یک دیه مشهور شود، همه دیه همین شرک کفر قبول کنند، بله شما میگید که همین منطقه همین شرک کفر قبول کردن، اغلبیت اینا مشرک شدن، این دیگه مسئله است. اما امروز الحمدلله روز به روز مثلا به تاجیکستان توحید رسیده شده است. اکثر مردم توحید قبول کرده شدند، در حالتی که ظاهر کرده نمیتوانند. آهسته نماز خونده به مانند مردم گشتند. همین خود شما که حاضر مثلا در مسئله تکفیر در حیرتید، اگر تاجیکستان بروید شاید دیگران شما را، دیگه خوارجا شاید شما را تکفیر کنند، برای که شما هم آرام میگردید، جیم میگردید، نماز نمیخونید، دین میگردید. همین شما بر این جیم گشته هزارها نفر است. وقتی که شما تکفیر بالعموم میکنید، همین هزارها نفر مسلمان را تکفیر میکنید. این تکفیر ناحق است، این باطل است، این جوابگری دارد. برای همین تکفیر کی کرده می شود؟ وقتی که انسان ها رو کفر اکبر شرک اکبر شدید تکفیر میکنید. کی اسلام به حکم کرده می شود؟ وقتی که ظاهرا از اونها نماز دیدید، شهادت ندیدید، حکم به اسلام کرده می شود. اسلام حقیقی نه، اسلام حکمی، حکمن این مسلمان است. از حقیقت او الله با خبر است. الله میداند که او کی است و چی است. اما ما ظاهرا او را مسلمان میگیم. ظاهرا او مسلمان است، ظاهرا او در بین مؤمنین مسلمین است، حکمش حکم مسلمان است. مراد جنازه خوانده می شود، زیارت کرده می شود، قبرستان برو کرده می شود. یک آدم عادی که نماز خوان بود مسلمان است. هرگز به خاطر اینکه اینها در دارالکفر هستند، در زیر نمیدونم حکومت یهودی بودند و غیره و غیره، یا حکومت ملحدی بودند، گفته مردمی که نماز خوان است تکفیر کرده نمیشه. هرگز این خیلی نیست. بلکه نمازخوان را میبینید که صوفی نیست، نمازخوان را میبینید که یک آدم عادی مسلمان است، خبرپرست نیست، یک آدم عادی مسلمان است، مسلمان است. اما وقتی که از همین آدم عادی کفر شرک معین از خودش دید، تکفیر میشه. اما شما بگید که شما گفتید که این تکفیر عام است، تکفیر عین نیست، این غلط است. در اسلام در مسئله کفر اکبر شرک اکبر تکفیر عام تکفیر عین وجود ندارد. وقتی که مردم به کفر اکبر واقع شدند، همین تکفیر عام و تکفیر عین هر دوش یک چیز است. بارک الله فیکم. برای همین مذهب خوارج ها باید ترک کرده شد. خوارج ها در حقیقت کلاب النار است و در حقیقت عقلانی است. خوارج ها در حقیقت عقلانی است، با عقلشون دین میگیرن. والعیاذ بالله آهسته آهسته تمام مردم تکفیر کرده رفته شده. به گمان آیا تمام تاجیکستان نمازخواناش دید؟ هر یک از دید که کفر اکبر کردنش؟ ندید. نماز خواندنش ثابت شد.
اسلامش ثابت شد. کفر اکبر شرک اکبری او را تو ندیدی، از کجا تکفیر میکنی؟ برای همین است که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه گفتن نحن نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر. ما به ظاهر انسان ها حکم میکنیم، الله داخلی او نمیدوند، الله پنهانی او را میدوند. یک آدم 5 وقت آمده نماز خونده میورد مسلمان است، اما او در خانهش پنهانی چیکار میکند، او در دلش چی نیت و آرزوی و مقصد دارد، اون الله میداند، ما نمیدونیم. وظیفه ما دل انسان کوفتن، عقیده او را جستجو کرده، از عقب او گشتن و جاسوسی کردن نیست. وظیفه ما ظاهرش میبینیم، مسئله به پایان رسید.